أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رسول الله صلی الله علیه و سلم از فلسطین از بیت المقدس به مکه برگشت. وقتی نماز سحر بود در نزد کعبه نشسته فکر میکرد که چطور آسمان ها را دید، با پیغمبران ملاقات کرد، اهل دوزخ را دید، اهل بهشت را دید و با الله متعال سخن کرد. در این وقت ابو جهل گذر کرد و دید رسول خدا در فکری گرفتار است. ابو جهل در نزد رسول خدا آمد و نشست و گفت: ای محمد، چیزی شده است؟ رسول خدا فرمود: بله. ابو جهل گفت: چی شده است؟ رسول خدا فرمود: شب گذشته به بیت المقدس رفته بودم. ابو جهل لعین با مسخره گفت: و نماز هم خواندی در آنجا و باز برگشتی؟ رسول خدا فرمودند: بله. ابو جهل از رسول خدا سوالها کرد و خست و مردم را صدا کرد: ای مردم، بیایید محمد چه دروغی میگوید، بیایید دروغ محمد را بشنوید. دروغگویی او آشکار شد. پیش از این مردم را ابو جهل از رسول خدا دور میکرد که با کسی سخن نکند. اکنون مردم را جمع میکرد تا که از رسول خدا نفرت کنند. فکر میکرد که دروغ رسول خدا را آشکار کرده است. مردم جمع شدند. ابو جهل گفت: محمد میگوید در یک شب به بیت المقدس رفته و باز برگشته است، در حالی که ما به بیت المقدس یک ماه راه می رویم. مردم باور نکردند. گفتند: ای محمد، آیا سخنی که ابو جهل گفت راست است؟ مردم ابو جهل نمی گفتند، عمر می گفتند. این لقب را رسول الله با او گذاشته بود. ابو جهل یعنی پدر جهل، پدر نادانی. مردم ابو جهل نمی گفتند، مردم عمر می گفتند او را، عمرو بن الحکم. وقتی پرسیدند مردم، یعنی تو همین سخن را گفته ای؟ رسول خدا فرمود: بله. در بین مشرکان بعضی مسلمان ها هم بودند. آنها هم کمی دلشان با سوال های گرفتار شده بود، یعنی در دلشان کمی شک پیدا شده بود که امری محال است چطور یک شخص مسافتی که یک ماه است در یک شبانه روز می رود و بر می گردد. یکی از مسلمانانی که در آنجا بود دویده کنان به نزد ابوبکر رفت. یعنی ابوبکر در این ماجرا حاضر نبود، در خانه خود بود. به نزد ابوبکر رفت، ابوبکر را صدا کرد. ابوبکر رضی الله عنه برآمد، گفت: در نزد رسول خدا مردم زیادی جمع شدند و رسول خدا فرمود که در یک شب به بیت المقدس سفر کرده آمده است. مردم این سخن را باور ندارند. بیا چاره را ببین. نه، بسیار فتنه بزرگی شده است در بین مردم. ابوبکر گفت: اگر رسول خدا گفته باشد راست گفته است. یعنی این صحابی با ابوبکر به نزد رسول خدا آمدند. مردم زیاد جمع شده بودند. ابوبکر رضی الله عنه به نزد رسول خدا آمد، نشست و پرسید: یا رسول الله، آیا شب گذشته به بیت المقدس رفته و برگشتی؟ رسول خدا فرمود: بله. ابوبکر رضی الله عنه گفت: راست گفتی. یا رسول الله، رسول خدا فرمود: و تو ای ابوبکر صدیق هستی،
یعنی راستگو هستی. یعنی هر سخنی که رسول خدا میگفت ابوبکر او را تصدیق میکرد و همین لقب صدیق از همان وقت به ابوبکر صدیق گذاشته شده بود که ما ابوبکر صدیق میگوییم. تا حالا ابوبکر رضی الله عنه هیچ شکی نداشت و هیچ سوالی نکرد از رسول خدا که چطور به کجا. هر کاری که رسول خدا میکرد و یا سخنی میگفت ابوبکر رضی الله عنه ایمان داشت و میدانست که رسول خدا دروغگو نیست، در حیاتش دروغ نگفته است، دروغ نمیگوید. قریشی ها گفتند ای ابوبکر چطور تو را باور میکنی در حالی که ما برای رسیدن به بیت المقدس ماهها در راه میرویم، چند ماه برای ما در کار است که ما به بیت المقدس برسیم. و او در یک شبانه روز میگوید در یک شب سفر کردم و برگشتم. ابوبکر رضی الله عنه گفت رفتنش به بیت المقدس یک شب، در مدت یک شب شده است. من از این بیشتر ایمان دارم که وقتی برایش وحی می آید، خبری آسمان ها برایش نازل می شود، در یک لحظه نازل می شود. من به این هم ایمان دارم. و ابوبکر رضی الله عنه خواست راستی سخن رسول خدا را اثبات کند برای مردم. یعنی کسی که باور ندارد برایشان اثبات کند که رسول خدا راست میگوید. گفت ای رسول الله، ما میدونیم که تو به بیت المقدس با قافله ها سفر نکرده ای و ما بیت المقدس را دیده ایم. یعنی تو با قافله ها سفر نکرده، این را همه میدونم. اکنون به آنی که به بیت المقدس رفته ای به آن ابوبکر ایمان دارد، ولی دیگران میگویند محمد سفر نکرده است و میگوید من و دیگر قریشی ها به بیت المقدس سفر کرده ایم، ما میدونیم در بیت المقدس چی است. آیا برای ما بیت المقدس را وصف میکنی چگونه است؟ رسول خدا بیت المقدس را کمی برای آنها وصف کرد، ولی قریشی ها مشرکان قانع نشدند. آنها هر سوالی میدادند، یعنی مسجد بیت المقدس چند تا دروازه دارد، چند تا ستون دارد و سوال های میدادند که رسول خدا جواب دادن نتواند. به حکم الله معجزه شد. الله متعال در نزد چشم رسول خدا بیت المقدس را نشان داد که رسول خدا بیت المقدس را در نزدش میدید. قریشی ها سوال میکردند که چند تا دروازه دارد، رسول خدا جواب میداد. چند تا ستون دارد، جواب میداد. هر سوالی که میدادند رسول خدا مثل که بیت المقدس در نزدش است میدید همه را و هم به همه جواب میداد. اکنون قریشی ها دیدند که با همه سوال جواب میدهد، دیگر با آنها راه حل نیست. دیگر چی سوالی که کردند رسول خدا با آنها جواب میدهد. آنها گفتند نه، باور نمیکنیم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت اگر من برای شما اثبات کنم که من رفتم آیا ایمان می آورید؟ گفتند بله. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود وقتی که من سفر کردم از بیت المقدس به مکه قافله را دیدم، یک قافله که به طرف مکه سفر میکرد و اهل آن قافله شتر خود را گم کرده بودند و من آن شتر گم شده را دیدم و به آنها صدا کردم که شتر شما در فلانی منطقه است. آنها رسول خدا را ندیدند. وقتی به بالا نگاه کردند رسول خدا را ندیدند، ولی یعنی اهل این قافله شتر خود را رفته از همان منطقه یافتند و باز من از آب آنها نوشیدم.
قریشی ها در تعجب ماندند، گفتند چند روز بعد این قافله به مکه میرسد؟ رسول خدا فرمود 3 روز بعد. اکنون همه مردمی که جمع شده بودند انتظار بودند که جواب را بفهمند. وقتی قافله می آید، آیا قافله می آید؟ اگر بی آید آیا محمد راست می گوید؟ 3 روز مردم انتظار شدند. قافله بعد از 3 روز به مکه رسید. مردم جمع شدند از هر طرف تا بفهمند حقیقت چیست، آیا محمد راست گفته است یا نه. از اهل قافله پرسیدند آیا شتری گم کرده بودید؟ گفتند بله. کسی شما را جای شتر را نشان داد؟ گفتند بله، آوازی را شنیدیم. آیا آب شما را کسی نوشیده بود؟ گفتند بله. اهل قافله گفتند شما از کجا می دانید اینقدر حادثه ها را که با ما شد در راه؟ یعنی کسی از ما با شما سخن نکرده است، اکنون ما به مکه در آمدیم. و در اینجا سخن رسول خدا اثبات شد که رسول خدا راست میگوید، ولی ایمان نیاوردند. همه این فقط معجزه نبود، بلکه برای دل رسول خدا صلی الله علیه و سلم آرام شود. یعنی همه این را الله متعال فقط معجزه نگذاشته بود، همچنان برای رسول خدا دلش آرام شود که الله متعال همه وقت با اوست و او تنها نیست. كذلك لنثبت به فؤادك، تا با آن قلبی تو را، دلی تو را استوار داریم. گفتند ما معجزه میخواهیم. اکنون این قصه است. گفتند ما میخواهیم معجزه که با چشمهای خود ببینیم. رسول خدا فرمود اگر به اذن الله ماهتاب را 2 تقسیم کنم ایمان می آورید؟ یعنی امر کنم که ماهتاب از بین 2 تا شود، آیا ایمان می آورید؟ گفتند بله. رسول خدا گفت پس روز جمع می شویم، شب جمع می شویم، شبی که ماهتاب پره باشد. شبی که ماهتاب پره بود مردم جمع شدند. رسول خدا ماهتاب را امر کرد که 2 تقسیم شود و به اذن الله ماهتاب 2 تقسیم شد. مردم این معجزه را دیدند، نه فقط اهل مکه بلکه دیگرها هم در دیگر منطقه ها دیدند. یعنی این فقط برای مکه نبود، برای همه کسانی که در زنده بودند دیدن همه این معجزه را، ولی باز هم ایمان نیاوردند. گفتند ای محمد به خدا قسم تو جادوگر هستی، تو ما را جادو کرده ای. و آیات نازل شد. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر. قیامت نزدیک شد و ماه بشکافت و اگر کافران معجزه را ببینند روی بگردانند و گویند این جادوی سختی است.
با دیدن اینقدر معجزه ها ایمان نیاوردند. روزی یکی از شخصانی که بسیار با قوت بود او را رکانه می نامیدند. به نزد رسول خدا آمد رکانه و گفت ای محمد با من کشتی میکنی؟ یعنی گویم که گشتین میکنی، قوت خود را میآموزی. اگر بر من پیروز شوی به تو ایمان میآورم. رسول خدا از جایش خست و شروع کردند بر او پیروز شد. رسول خدا او را زد و گفت بر من هیچ کسی پیروز نشده بود. بار دیگر رسول خدا بار دیگر از جایش خست و بر او پیروز شد. بار دیگر گفت، بار دیگر رسول خدا خست و بر او پیروز شد. رکانه گفت به خدا قسم به تو ایمان نمی آورم تا که این درخت شهادت بدهد که تو پیغمبر هستی. رسول خدا به درخت نظر کرد و به او امر کرد شهادت بدهد. درخت شهادت داد، گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. رکانه گفت به خدا قسم تو ساحر هستی، جادوگر هستی. یعنی تو نه فقط من را جادو کردی بلکه درخت را هم جادو کردی که درخت سخن میکند. ایمان نیاورد. رسول خدا با این قدر معجزه هایی که به آنها نشان داد آنها ایمان نمی آوردند و او را به جادوگر خطاب میکردند. اکنون رسول خدا صلی الله علیه و سلم فهمید که دیگر لازم نیست معجزه، اینها با دیدن معجزه ها هم ایمان نمی آورند و جستجو می شد که به قبیله ها سخن کند، آنها را دعوت کند، شاید به نزد آنها برود و شاید آنها ایمان بیاورند و از رسول خدا دفاع کنند. هر قبیله ای که به حجم آمد رسول خدا به نزد آنها می رفت و با آنها سخن می کرد. از پشت رسول خدا عمکش هر جایی که می رفت عمکش از پشت رسول خدا می رفت. یعنی ابو لهب عمک رسول خدا است، از پشت یعنی رسول خدا می رفت و در جایی که رسول خدا سخن می کرد تمام می کرد سخنش را، ابو لهب می گفت او را باور نکنید، ما از قوم او هستیم، من عمکش هستم، او را باور نکنید، دروغ می گوید. یکی از صحابگان می گوید در آن وقت مسلمان نبود، من هم با قبیله‌ام آمده بودم و دیدم شخصی را که می گفت او را باور نکنید، دروغ می گوید. پرسیدم کی است؟ گفتن عمکش است، ابو لهب. یعنی رسول خدا را بسیار اذیت میداد. یکی از قبیله هایی که به مکه آمده بود قبیله صعصعه بود. رسول خدا به نزدشان رفت و گفت بزرگ قبیله شما کیست؟ گفتند بیحره است. رسول خدا با او ملاقات کرد، یعنی با بزرگ قبیله ملاقات کرد و در مورد اسلام با او سخن کرد، برایش قرآن تلاوت کرد. بیحره با شنیدن قرآن دلش بسیار نرم شد و به نزد قومش رفت. گفت مردم، من با مرد ملاقات کردم که یعنی رسول خدا، از او چیزهایی را شنیدم که پیش از این از هیچ کسی این طور سخنها را نشنیده بودم. به خدا قسم آن مرد آینده دارد و در بین عرب مرتبه پیدا میکند، بر عرب حکم میکند، یعنی حاکم میشود. قومش گفتند چی مصلحت میدهی؟ گفت او را متابعت کنیم، یعنی ایمان بیاوریم. قومش گفتند تو بزرگی ما هستی، چیزی که تو بگویی همون است. بیحره باز به نزد رسول خدا آمد و گفت ما 4 روز 3 شب به خدا شکر میکنیم، یعنی 4 روز 3 شب به خدا شکر میکنیم. 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 4 رو
به تو ایمان می آوریم، ولی یک شرط داریم. بعد از وفات تو اگر حاکم عرب ها شوی، حکم در دست من می شود، یعنی در دست قبیله ما می شود، ما پادشاه می شویم. یعنی فکرش فقط دنیا بود، یعنی من خلیفت می شوم. رسول خدا فرمود این را الله می داند بعد از من کی می شود و چی می شود. بیحره گفت ای محمد، ما از تو دفاع میکنیم و تیار هستیم که بجنگیم. چطور بعد از تو کسی دیگر خلیفه شود که حکم به کسی دیگر بماند؟ رسول خدا فرمود الله داناست و کسی را بخواهد یعنی حکم را به او میدهد. بیحره مسلمان نشد و قوم بیحره هم یعنی قبیله صعصعه هم مسلمان نشدند. از مکه رفتند به منطقه خود، به دهات خود رفتند. در آنجا در قبیله صعصعه پیرمردی بود که در همون خانه خود بود، به مکه سفر نکرده بود و هر کسی که از بیرون می آمد این پیرمرد می پرسید که چی خبر است. وقتی قبیله یعنی به منطقه خود در آمدن، پیرمرد پرسید چی خبری نو است. آنها ماجرا را قصه کردند. پیرمرد گفت کار خوبی نکردید. آیا نمیدانستید که این وقت نبی آخران است، پیغمبر آخران میبراید و او از نسل اسماعیل است. هیچ کسی از نسل اسماعیل این سخن را نگفته بود پیش از او، یعنی هیچ کسی دعوای پیغمبری نکرده بود. چرا شما ایمان نیاوردید؟ ولی قبیله صعصعه سخن پیرمرد را گوش نکردند و ایمان نیاوردند. ان شاء الله تعالی دوام قصه را یک جای میشود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.